دستار سیاه بر سر و لباس مردانه بر تن. نامش غنچه‌گل و از عسل فروشان شهر هرات است. برای امین ماندن از مناسبت و رفتارهای تبعیض‌آمیز در جامعه، هویت زنانه خود را زیر لباسهای همسرش پنهان می‌کند. به مثل مردان موتورسیکل می‌راند و به مشتریانش در بازارهای هرات عسل می‌رساند. وقتی با لباس مردانه میرم کسی من نمیشناسه که آیا من زنم یا مردم و خیلی راحت میتونم کار خود انجام بدم و من آرزو دارم که یک روز خانم با یک وسیله شخصی خود یا بتونه سر کار بره. غنچه‌گل 36 ساله در میان کودکان محله با نام مادر زنبورها معروف است. در کنار شهر هرات 3 قطعه برای زنبور پروری دارد و خودش تنها آنها را نگاه و بین می‌کند. آرزوم اینه که یک روز ملکه زنبورا به افغانستان معرفی باشم، به کل جهان معرفی باشم. اما محدودیت‌های ایجاد شده برای زنان مخصوصاً در 1 سال گذشته شاید نگذارند که غنچه‌گل به آرزویش برسد. طالبان که ماه اوگوست سال 2021 به قدرت بازگشتند، بلافاصله کار و فعالیت زنان را در افغانستان محدود کردند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در دایره قانون‌های شریعت تامین می‌کنند، اما آنها هنوز هم از حق کار در اکثر اداره‌ها محرومند و مکتب‌های بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته است. با وجود این همه، غنچه‌گل به کار ادامه می‌دهد و باور دارد که زنان باید در جامعه نقش فعال داشته باشند. کوه‌هایی که جلوی خانم‌ها گذاشتن اونا برداشته بشه. باید مانع خانم‌ها نشن. چون یک وطن فقط به مرد نیاز نداره، به زن هم نیاز داره. من اولم گفتم زن یک پایه قوی کشوره. وقتی ما میگیم زن به معنی اینیه که به خانه بشینه، فقط بچه‌داری کنه. غنچه‌گل مادری 7 فرزند است. همسرش برای کار به یکی از کشورهای همسایه افغانستان رفته است. میگوید از نبودن شوهرش احساس تنهایی میکند، اما سعی دارد که زندگی فرزندانش شیرین باشد و طعم تلخ قشاقی را نچشند.